آمدتون. اومده. خوب بازار را تماشا کردین؟ تماشا. آچیش من از انتخابی پسرم خیلی شدم. آنها ما را با آدابی بلند قبول کردند و میهمانداری نمودند. عائله‌ای به معرفت. ها دادا جونش آدمانی خاکسار، آدمانی زمینی. از زب اویله کلین میکنیم. خونهشون در یک گوشه شهر، دیه بریم. خونهشون میده مثل بوم خونه. گویا در گرد و اطراف خودمان یکان دختر خوب یافت نمیشد. همیشه وای ناراضی. کلین خوشروی نباشد هم دختری با معنی با آداب بوده است. اساسش همین که دادا جونش خوندگی. بله آچیش با آداب شرمگین. عائلهشون عائله‌ای به معرفت. اساسش آچیش در این زمانه آدم خوب یافتن مشکل. دوستی عزیز، میدونید گپ درباره تربیه اخلاقی فرزندان میرود. بله. در این بابت پدر و مادر، همسایه ها باید سهمگذاری اساسی این کار باشند. بله. پدرش آدمی حلیم، زمینی به معرفت آچیش. همینطور آچیش معلوم میشود که از اولادی خوب بوده. مادرش هم با من محبوب شد. زنکی خاکسار، عادی. اینقدر تعریف نکنیده. کم بغلش چی و تعریفش چی؟ با تو چی شد؟ چی؟ پوستین رو چپه پوشیدی؟ حالا ببینیم تعریف کردن گیرید. پگاه تمامی خراجات توی رو به گردن شما بار میکنه. باید چی شد آچیش؟ به فکرم باید از انتخابی ما راضی نبودگی بریم. نمیدونم. با تو چی شد؟ اپا آدم رو با یک دیدن بهانه میدیم. دخترم تینجی؟ چرا اینقدر عصبی ها؟ انا حالا باید به خونه ما ناومده. بحث و تلاش و پشتگیری سر شد. همین که روز شده به خونه من آمد. روزمون سیاه شد. گفتن گیرد اوچه جان. اپا چی گفته ایستاده ای؟ پدر جان، مادر جان، خودش چی گفت؟ چیش به تو معقول نی؟ به فکرم دختری خوندگی، به عقل، به آداب، شرمگین. پدر و مادرش آدمان خوب، به فهم، به معرفت. هرچی کم بغلی عیب نیست دخترم. باز کلینی خوش کردگیتان دو دست در بینی در آمدن ناید. زینب، هر سخن جای و هر نقطه مقام دارد. ما تو را در خانه به مهربانی جا دادیم که به ما گپ یاد دهی. این زبان تیزت بود که از زندگی و عائلت جدا شدی. زینب وای چه خیلی نگاه کردن با پدرت ها؟ او پدرت قبلگاهت. این چی معنی دارد نگاه های تو؟ به همش خودمون گناهگار. ما او رو بسیار ارکه کردیم. بس شد. در این خانه من پدرم یا تو. میبینم که حالا عروس به خانه نآمده. تو الکی پوستین رو چپه پوشیده ای. خوب اندیشه کن دخترم، به خودت بد می شود. میدانی دخترم،
برای چی پدران کودکان و جوانان را شلاق میزنند؟ برای اون که تربیه فرزند دشوار است، اما شلاق زدن این تربیه نیست. تو مرا فهمیدی دخترم؟ حالا هیچ گم نیو تو با پدر و اکا استیزه میکنی؟ خاک رو گیری از خاک توده بلند. دخترم دیگر گپ نزن. اپا خودتون به قدر زندگی خودتون نرسیده، اکنون باز به زندگی من دخالت میکنه. عروسی من یافتگی کان عقل و هنر است. طعنه میزنی؟ گوی که پای من بیوه است. گوی نانی من نیمتا کردی، خونه من گرفتی. من به خونه تو نه، به خونه پدر و مادرم اومدم. یا تو میخوای که من برآمده روم کوچه گردی کنم به طرف خونه روم؟ همین رو میخوای تو؟ همین رو میخوای؟ دخترم بس کن زینب، بس کن گفتم. منیرم دختر جان خواستگاه اومد. جان پدر، من برایت بخت و اقبال سفید میخوام. زندگیت با برکت شود. الها روی فرزندها را ببینی، برای ما نبیره ها توفه کنی. بار دیگر میگویم که بخت و اقبال سفید نصیبت باشد دختر. سلام آقا جان. اومدی؟ کجا میگردی؟ همینجا خونه ها رو دوزه کردم، خوراک و موده کردم. شب هرت به کار رفت؟ ها رفتم. پدر و مادرم چی؟ نهاری کردند و رفتم اونها. این چی؟ توفق جان. کی توفه کرد؟ پدرم. پدرت؟ کلی بینم. ما زود به جیبان من انداز. بله شما جان. گذر زود باز خبرکشی نکنی ها؟ زود جون رفته به من یک قهوه تیرا کن. ایستو. این چی؟ کنی زود اینجا بیا. تو کای توزه کردن و رفتن یاد میگیری. از دستی تو دهاتی کای کار رو یاد میگیری. این پاگو من همه جا رو توزه کردم دام. چی؟ من دروغ میگویم؟ من دروغ جا بیا. دامت هستی زود رفته به من خبر کنی. زود. یک طرف بیست. برای چی این خنوک؟ من خودم خونم کردم که باز شما یا گنچی نگوید. خام شد.
که یاد میگرفته باشدیم از گفتنم مردم. چی شد کلی؟ برای چی گریه میکنی؟ خونه اتونه یاد کردی؟ دیروز پدر و مادرت آمده رفتن کو؟ تقو جون، از روزی که به این خونه کلین شده اومدم روزی خوش رو ندیدم. چی شد کلی؟ کلین با من نگاه کن. کی زد؟ شوهرت؟ نه، کی؟ ابای زینب. زینب؟ اینجا بیا. اینجا بیا. پدرم اومدند. اگر مادرم بیایند کور از ما میشود. پدر؟ امونیره چی شد؟ زینب! زینب تو در کجایی؟ من در اینجا دادم. این چی کاری کرده؟ خیرت که کلید کارخانه را فراموش کردم و آمدم. مادرت کنی؟ مادرت کنی؟ گوش کن. کی به تو اجازه داد که به سر منیره دست برداری؟ کلین غلام نه، فرزندی همین خاندان است. چی شد پدر؟ دادیش با کار نرفته؟ کلی؟ با تو چی شد کلی؟ چی شد گفزن؟ زینب؟ خودش چی گفت؟ چی شد؟ چی واقعه روی داد؟ زینب از زندگی از بختش نآسایید. به خانه و در به شوهر موند. او رو سرزنش نکنید. بچهش در نبودن ما دخترت خواهرت کلین منیره را لط و کوب میکرده است. به خانه درون در آورده بین او را به چی حال آورده است. بعد از او ما چخیل فرزند را انتظار میشویم. هی اینقدر آه و ناله نکن. گپت به شمسونا نگذشت تو باز پدر و مادرم را بر ضد من مشورانی؟ پدر، اوچه، از روز اول این به من معقول نبود. خبشین به پدر را دانسته گپ زد. ما به تو مهربانی و دلسوزی کردیم، تو باشی به بالای سرمان برآمدی. دادیش خودش دل شکسته. دل شکسته؟ دل شکسته چیه؟ دل شکسته باید قصاصش را از دیگر کس گیرد. چی؟ خانه دیگر کس را ویران کند؟ و من گوش کن دخترم. نیکی کردن در حق پدر و مادر، در حق فرزند پدر
بهترین خصلت انسانی است. انا این است ایمان. گله نکن دخترم. با شمایان چی شد؟ آخر شمایان باید مثل اقا و خواهر باشه. چی؟ تو میخواهی که من از زنم جدا شوم؟ بچه تو خفه نشو، با دلت نگیر. ابد میترسد که بعد فرزنددار شدن شمایان او را از خانه با یک کودکش بیرون نکنید. چی؟ بس کن و چشم. دانسته باش تا آن وقتی که من در این خانه هستم تو روز خوش را نمیبینی و صاحب خانه هم نمیشوی. زینب تو با وی چی گفتی؟ پدر جان من همه‌اش را فهمیدم. حالا همینطور همین خانه از سرت ماند. پدر مادر جان من از این خانه برآمده میروم، اجاره نشین میشوم. بچه شمسلو کلی شمسلو به عقلی نکن.